کلن حرف آتئیستا چیه؟ تمام نشانه‌های حق را ببینن بازم ایمان نمی آورن. والله قسم اگر زورشون میرسید نمیخواستن سر به تن من و شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. ممنون که به کانال من سر میزنید. ما جلسه قبل یه سری بحثایی داشتیم راجع به شروع اعتقاد شیعه که یه نفر که بخواد شیعه باشه باید چی کار کنه، چی داشته باشه، و گفتیم اولش اینه که باید به خدا اعتقاد داشته باشه. و حالا اینجا این قسمت میخوایم بیایم که ببینیم خدا رو چجوری میشه اثبات کرد. قبل اینکه بخوام صحبتمون رو شروع کنم میگم چه لزومی داره الان که مثلا دست گذاشتی رو این موضوع بخوای راجع به دین، خدا، تاریخ و اینجور مسائل حرف بزنی. ما تعارف نداریم که تو چه وضعیتی الان داریم زندگی میکنیم. الان مهر 1404 هست، $30 اونقدر، تورم این درصد، نمیدونم مکانیزم ماشه از اون طرف، تحریم های فلان از این طرف. کلن شرایط کشورمون خیلی شرایط نابسامانیه و از اون طرف هم من چون که دغدغه‌ام هست نمیخوام قبول کنم که مثل کپ سرمو بکنم تو برف. بخوام بفهمم که تو مملکتم چه اتفاقی دارم. یه سری چیزا منطقی نیست، یه سری اتفاقات درست نیستش، یعنی نمیشه گفت اتفاقیه. به قول یه نفر میگفت آقا برنامه ریزی کنی اینجوری گند بزنی نمیشه. چجوری میشه که حالا سوریه و عراق واحد پولشون هیچ تغییری نکرده ولی ما الان اینجوری واحد پولمون یکی از بی‌ارزش‌ترین واحد پولای دنیاست؟ خب من رفتم، دغدغه‌ام بوده، سوال بوده برام که آقا چی شده. رفتم پیشو گرفتم، دیدم آره یه سریا هستن واقعا دلشون میخواد که من و شما نتونیم خوب زندگی کنیم و آره خیلی هاشون هم مسئولن، خیلی هاشون هم مسئول نیستن. پشت پردن خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. خیلی هم دارن بهش میپردازن که آقا دلار دست خودشونو بالا پایین میکنن و یه سریا توی برنامه‌های دیگه ای دارن راجع به این قضیه تحلیل و بررسی میکنن. اون برنامه رو نگاه کنید. چیزی که من الان دوست دارم راجعش حرف بزنم راجع به دین و خداست. من دوست دارم راجع به این چیزا صحبت بکنم. آره دغدغه من دلارم هست، تورم هست، فشار اقتصادی هستش، بیکاری، نمیدونم گرونی، همه اینا هستش، داریم درک میکنیم. ولی اعتقاد دارم که در دوره آخرالزمان داریم به سر میبریم. تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی اتفاقات داره الان تو جهان رخ میده. دیگه مثل 50 سال پیش نیست که یه اتفاقی بیفته کسی این با خبر نشه. ما الان داریم میبینیم، هر روز داریم اخبار رو نگاه میکنیم، میفهمیم چین داره چی کار میکنه، آمریکا داره چی کار میکنه، روسیه و اوکراین چه اتفاق افتاده، ایران کشور خودمون. و واقعا میگم به عنوان یک ایرانی یه جایی من افتخار کردم به کشورم، واقعا افتخار میکنم که تو کل دنیا یه دفعه توی بازی میبینی پرچم کشور توی کشور دیگه رفته بالا. این افتخار داره. باید بپذیرید، قبول کنید که ایران یکی از کشورهای مهم در دنیا یک سیاستی رو پیش گرفته که به اون سیاست میخواد پایبند باشه. میگه آقا من اینجوریم، میخوام مستقل باشم، کسی هم نمیتونه به من زور بگه. زورشون هم میرسه جایی، توی بحث نظامی زورشون نرسید. به خدا قسم، به والله قسم اگر زورشون میرسید نمیخواستن سر به تن من و شما باشه. من واقعیتی که چیزی که دیدم و دارم بهتون میگم و خیلی ها نظرشون مثل منه. همین یه کشور مونده برای ما، همین یه دونه خاک مونده برای ما، نمیتونیم اینو بدیم بره به اسرائیل. حالا به کنار این قضایا که یه درد و دلی بود خواستم با شما انجام بدم. آره من دغدغه‌ام خداست، دغدغه‌ام اعتقاده. جدا از این که اینهایی که دارم حرف میزنم دلیل نمیشه که اونها هم برام مهم نباشه. نه میدونم قیمت دلار چنده، میدونم قیمت مرغ گوش. بالاخره کلا بگذریم، خیلی حرف راجع به این قضیه زیاده و باید بپذیرید که رأی شما هم میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر که دیرتر به این مسئله برسید به ضررتونه، هر چقدر زودتر برسید شاید مثلا در آینده بشه
تغییری ایجاد داد در کشورمون و همچنین بتونیم خیلی بهتر زندگی کنیم. حالا هر سال که داره میگذره اوضاع داره بدتر میشه، مردم فقیرتر میشن، جیبشون خالیتر میشه و دغدغه دین رو دارم، دغدغه خدا رو دارم، دغدغه آخرالزمان رو دارم. با افتخار میگم یک شیعه هستم، یک ایرانی هستم، به تاریخ کشورم افتخار میکنم، به دین خودم، مذهب خودم افتخار میکنم، خودم رو مرید و محب و غلام امیرالمومنین میدونم. راههای عقلی داریم که بیایم بپذیریم این مسیر رو، بیایم بپذیریم این دین رو، این مذهب و آیین رو، شریعت رو که بسیار هم زیباست. کلن حرف آتئیستا چیه؟ جهان با قوانین طبیعی مثل گرانش، کوانتوم و نسبیت اداره میشه. هیچ نیازی به فرض وجود یک خدا برای تبیین پدیده‌های طبیعی نیست. ما میتونیم منشأ جهان رو با مفاهیم مثل انفجار بزرگ توضیح بدیم. کوانتوم هست، فیزیک هست. در درجه اول اونایی که میگن جهان بر قوانین داره اداره میشه و وجود خدا نیازی نیست، مسلمون ها میگن که آقا این قانون خالق نیست. شما میگید جهان به وجود اومده، حالا بر اساس بیگ بنگ، انفجار بزرگ یا هر چی که میخواید اسمشو بذارید. ما میگیم چه کسی این قوانین رو وضع کرده. یعنی اگر بگویی اینها خود به خود به وجود اومدن، یعنی یک نظمی بدون ناظم داره دیگه. آتئیستا هم که میگن نظم نتیجه تصادف‌های بی‌نهایت در کیهان متعدد هستش و ما صرفا یکی از جمع‌هایی هستیم که شرط لازم برای حیات رو داره. این هم دلیلی بر وجود خدا نیست. اگر هزاران بار، یعنی اینم استدلال عقلیه که میگیم اگر هزاران بار جوهر رو بر روی کاغذ بریزی و هر بار هم یک شعر زیبایی نوشته بشه، آیا اتفاقی بوده؟ پس این گریز از فهم دیگه. جای هستی رو هر جایی رو که میبینی یک نظمی وجود داره، پس باید یک خدایی پشت این نظم وجود داشته باشه، باید یک ناظمی وجود داشته باشه، باید یک خالق پشت این وجود داشته باشه. و هرگاه دیدی که نظم و قانون در جای هستی نقش بسته، بدان که قصدی در پشت آن است. همون قصد هم که یعنی همون خدا. و باز هم میگن آتئیستا میگن که خدا یک فرضیه بدون آزمایش هست و علم باید آزمون پذیر باشه، یعنی خدا رو بتونیم ببینیم، حس کنیم. از این طرف هم مسلمان‌ها میگن که آنچه با ابزار مادی سنجیده میشود تنها بخشی از هستی است. مگر عشق، اراده، آگاهی یا حتی خودآگاهی را در آزمایشگاه یافته ای؟ عشق و اراده و خودآگاهی و ناخودآگاهی، اینا رو مگه تو میتونی ببینی؟ ما از عقل برای رسیدن به ماورای حس استفاده میکنیم و خدا رو نه با چشم که با عقل، دل و اثرش میتوان شناخت. آیه قرآن هم من براتون بخونم در سوره انعام آیه 25. گروهی از آنان به سخنانت گوش میدهند و ما به کیفر لجاجت و کفرشان بر دلهایشان پوشش‌هایی قرار دادیم که آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی نهادیم تا نشنوند. اگر همه نشانه‌های حق را ببینند باز هم به آن ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به محضرت می آیند با تو مجادله و ستیز می کنند. کافران از روی لجاجت و عناد می گویند این قرآن جز افسانه‌های پیشینیان نیست. اگر همه نشانه‌های حق را ببینند هم باز هم به آن ایمان نمی آورند. یعنی دیگه آقا تو ول کن این آدم رو. حالا ما تو طول تاریخ کلا راجع به این بررسی میکنیم که قرآن اصلا چجوری نازل شد بر پیامبر، بعد تاریخچه زندگی نامه پیامبر رو با هم میریم جلو، راجع به همشون صحبت میکنیم انشالله اگر عمری باشه. و خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.